سلام علیکم دوستان عزیز، درباره طهارت پورتر میفهموندید و تیمم هم. یکی دیگر سوال با برادر اسلام درباره طهارت بود است. ان شاء الله خدا خواهد قصه باشدم کمتر پر مضمون میگم. البته طهارت فرض است ان شاء الله خدا خواهد. طرز طهارت کردن ان شاء الله خدا خواهد بعضیش خدا میگذاریم. البته ما و شما خلا میداریم، یعنی خدا خواهد دست به خاک میکنیم، با پای چپ میدریم با پای راست میبریم. عزیزان من، در خلا یگان سخنی بعد گفته نمی شود. در خلا یک چند شفتن ها هست، همیشه اعتبار تیم. عزیزان من، بعضی خدا خواهد زیر نافه است که شفتن فرض می شود، بعضش واجب می شود، بعضش سنت می شود، بعضش مستحب می شود، بعضش هیچی نیست، بدعت می شود. اگر مبادا خدا خواهد نجاست کنی میگد یک تنگه 20 نواری دین زیاد شود فرض میشد شفتنش. ایوه خدا خواهد انشاءالله تمگه 20 دینارش باشد واجب میشد. ایوه کمتر سنت نشد. مبادا اگر پیشاب کنی همه شفتنی، یعنی وای این مستحب است، ثواب است. خدا خواهد خوش رو کار کنی هم هیچ ضرر ندارد انشاءالله خدا خواهد. نه که باد میبراید یا که یکدم خو میره میخزی یا که دندونت خود میبراید، استنجا کردن بدعت عزیزانی من، نکنه این کاره. خدا خواهد انشاءالله عقل کتی کار کنه. خدا خواهد انشاءالله خود بعضی ها همین دندونش هم خبرت برفته همون زیر نافش میشفته، بینیش هم خبرت زیر ناف، باد بره هم زیر ناف. باد هم دو صورت داره، یک بادی ترک میگن، یک بادی قاقق. همون ترکی که اگر مخرج تیز کردی که تاری پیدا شد همیشهش نباشه میچی در کار نیست. خدا خواهد همین دست رو گفته که چیز از دهن سر میکنی در پاچیک تمامش میکنی. در دهن منه یک بار آب میگیریم برادرها، یعنی خلال میگن ببین چیلی کاکتی اصلا مسواک استفاده بودن در کار. مسواک سنت خدا خواهد انشاءالله. مسواک بسیار اهمیتش بلنده. پیامبر علیه السلام بسیار دوست می داشتن مسواک. باید که ما هم مسواک نداشتیم چیلیکات کردی خدا خواهد. یک بار اوگی، 3 بار دندانه بالا، 3 بار پایون، 3 بار ایچه، 3 بار اینش، یک غرغره که پرتا. دیم بار با بسم الله الرحمن الرحیم اوگی خدا خواهد همین چیلیک تا در نوک خدا خواهد زاون زیر که با یک غرغره که پرتا. سیمش هم خیلی آبی تازه گرفته، یک بار غرغره که پرتای طهارت دهن بتون شید. یعنی دهن خدا خواهد انشاءالله یعنی چی دارد؟ پاکی. گفته که طهارت خودش معناست پاکی است. طهارت خدا خواهد دهن 3 بار شفتی الهی آبا کتی خدا خواهد انشاءالله. یعنی از ما شما بطاجیکشی میگیم در دهنم کلمه شهادت، یکی عربیش اللهم طهر نکهتی و اسقینی من حوض نبیک. پروردگارم من دهن ما پاک کن و از حوض کوثر مانه نصیبه که روز قیامت برای محمد الهی کوثر داده میشود. خب بینی هم میگد با دست راست آب میگیری با چپ میتکونی، اینم 3 بار. یک بار میگیری با دست چپ میتکونی، با دست راست آب میگیری، با چپ میتکونی، با دست راست آب میگیری، با چپ میتکونی. یعنی پر خدا خواهد که حتی مینه سر بسوزد، چون که این آب حتی که مینه سری ما شما روغنگیریش خدا خواهد نمیمونده است. همین آبی که مینه نمیرود روغن گرفتنی سر ان شاء الله تازه میکنه برادران. 3 بار شفتیم اللهم ارهنی رایحه الجنه ولا ترهنی رایحه النار. پروردگارا من از یعنی جنت بوش در دماغم رسون، از یعنی بوی دوزخ من نگه دار که دعا را بک خدا خواهد. 3 خدا خواهد بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از طرف راست آب پرتا، آب از طرف راست میشد برادرها. ابتدا کردن برای سنت از طرف راست میخل آب میپرتایی. یعنی روح شفتنش فرضه، یعنی از دمیدن موی پیشانی تا این نرمه گوش، از این نرمه گوش تا این نرمه گوش تا زیر منه همین حدی چی است ان شاء الله خدا خواهد شستن رو است. یعنی 3 مراتبه خلاص این یعنی اتش فرض یعنی که 3 تا سنت باشم، نه که همون 3 تا در درونش فرضم ان شاء الله بجا می آید. آدمای ریشدار خلال میکنن از تگ خدا خواهد ریش، یعنی از بالاش کردن. بعض ریشهایی که دراز باشد و اگر یعنی احتمالی در زیرش آب ندومدن باشد، این 1 بار مس کشیدن فرض است. یعنی دستش تر میکند و همچنان خدا خواهد انشاءالله از بالای خدا خواهد ریشش مس کشیدنش 5م فرض میشد. آدمای ریشدار نه 1 تا فرض در طهارت ذاتی 5م فرض میشد. من دستی راست نم 1 بار آب میگیرین تازه تا همین آرنجا هم پر تر شد برادران. آرنجا یگانجاست کوچکی دستم شفتنش فرضه. 1 بار میگیری تازه میشه کی بسم الله الرحمن الرحیم. با 2 بار میگیری تازه میشه کی 3 بار میگیری تازه شکیده
سیمش یک بار هم که آب آرنج دریزه تمام حاجت دیگه از زایتی شفتن نیست. در رو میگی اللهم بایز وشی یوم تبیض الوجوه الاولیایک، پروردگار روحام سفید که روز قیامت روحای دوستات نمازخوانا طاعت عبادت کننده سفید میکنی. رو من سیاه نکن روزی که رویهای بعض انشاءالله به ایمانا بعض انشاءالله کافرها که سیاه می شود همچنان رو من سیاه نکن گفته دعا میکنی. دستی راست نمیگو اللهم اعطی کتابی بیمینی و حاسبنی حسابا یسیرا، پروردگار پگه نامه اعمال داده میشود عزیزانی من، در دستی راست میگیری با دستی چپ، بعضی ها از عقیبش از قفس سینه دست تخیده کافرها را میتین. میگه که دعا که پروردگار روز قیامت همین نامه اعمال به دستی راست انته، دستی چپ هم همچنان یک بار آب میگیری تازه تا آرون میشه که یک بار دیگر تازه میشه که به یک بار دیگر خیلی آب گرفته از این کنی آرنج انشاءالله جاری شود. این شستن دستی چپ است. میگوی اللهم انشاءالله توتین کتابی بشمالی ولا من ورای زهری ولا تحاسبنی حسابا شدیدا. دعا که میگه پروردگار روز قیامت همین نامه اعمال را به دستی چپم نته، روز قیامت من حسابی سخت نکن. گفته میگه دعا که میگه مسی سر چنان است. مسی سر عزیزانی من یک بار دست تر بکنه تر کردن بعد نمیشه دست ها کشاد نیستن. من این چیلیکایی که دو تا هست این یگان جان نمیرسد، فقط این سه چیلیک زم میکنن از نوک پیشانی مونده راست به عقیب سر میارن، از عقیب راست به پیش میآید. من کافی دست آباش برفت حالی آبای نیست داده است اینا درنه گوش نتقده یک بار جوارکاش که تی تاو داده نرمه گوش نمیارن آوردن بعد اینی دوتا چیلی که کمنه پیشتش که تی پیشت گوش مست میکشیم. یعنی بعد عقیب این دستا که استاده است یعنی این گردن ده خداخت رو میخواد که زیر میکنیم انا این خداخت مسی چی میشد سر میشد. یک مراتبه کتی دعا میکنی اللهم غشینی، پروردگارا در بین تاری سری من چی یعنی برکات نازک، پروردگارا گردن من روز قیامت از آتشی دوزخ از یعنی غوله های دوزخ میشود که در گردنی کافرات زده میشود مثل غلاما از همین ما را نگهدار. گفته دعا میکنی خداخت. بعد پای راست نمیشیم یک بار آن میریزیم تازه تا عاشقی با میشکیمش دیگه مراتب با تازه میشکیم بعد خلال میکنیم پاچکی راست خلالش ای چیلی که میدیکی براست دیده میاییم. پای چپ خدا خواهد سه بار دیدم شفتنش فرض با عاشقی پا ای چلیکی کلانی تا پایین میدیک شد خلال میگن از تش خلال کرده خدا خواهد میبرایم. اللهم ثبت قدمین علی صراط مستقیم، پروردگار قدمای من مستحکم کردون در چی یعنی صراط مستقیم. گفته انشاءالله دعا میکنی و سه مراتب دست میشوی عزیزانی من. بعدی دست شفتن بعد انشاءالله همین آبی که باقی مانده طهارت است راست استاده. ابولیس سمرقندی رحمت الله یعنی راست استاده قبله ده یک قلتم اگر خرد خدای تعالی همین خیل دردان و شفا میداده که حتی طبیبا از اون درد عاجز باید. بلکه دردایی که خدا خواهد انشاءالله بعض امروز یعنی کسلای سرطان است بعض دیگر کسلا است اگر این سنت ها را خدا خواهد زنده گردونی انشاءالله الله سبحانه و تعالی بلکه شفای کامل کرد. من دون آب است که خدا خواهد راست استاده خوردن سنت است، یکی آب زمزم یکی آبی که باقی مانده طهارت است عزیزانی من. این آب انشاءالله خدا خواهد کنیم خدا خواهد الله انشاءالله شما راضی می شود. بابی تیمم گفتیم عزیزانی من تیمم وقتی که آب نمی شود تیمم کردن انشاءالله فرض می شود. کتابای خدا خواهد مختصر نمیگه که التیمم یخلف الوضوء والغسل این در عجز عن الماء. تیمم انشاءالله جانشین میشه چین در طهارت هم حتی آبازین هم جانشین میشه نزد عاجز اومدن از آب. وقتی که آب نباشد آب اگر خدا خواهد 4 کیلومتر باشد تیمم فرض می شود. حتی غسل جنوب شیدمی آب نیست یک تا برای غسل تیمم که خدا خواهد کفایه میکند. یا که اذیت خنکی من در شهرهای روز کار میکنن امروز میشنیم که 70 گراد و 60 گراد خنک است طهارت کرده میشه تیمم انشاءالله اجازت میشد. یا که آب که خنک است برای انسان سلامتی ضرر دارد یا یگان طبیبا میگه که تا اندک وقت یعنی عذاب استفاده نبر انشاءالله خدا خواهد هر یک غسل واجب میشد هر یک طهارتش تیمم میکند به همون تیمم انشاءالله نماز میخوند. تیمم عزیزان من 4 تا فرض دارد میشه خدا خواهد گفته میگذاریم
ما شما آستینا ما بالا میکنیم تا آرینج خدا خواهد انشاءالله. تیمم یکتش نیتش از خدا خواهد انشاءالله چی کردن؟ یعنی نیت کردن خدا خواهد تیمم میکنیم تا نماز بر من مباح گردد. یکی دیگرش قصد خاکی پاک، این خاکای پاک کتی میشه عزیزاری من. خاکای پاکی که من امسا چپون نمیشود، دیوال نمیشود، سنگ نمیشود، ولا بلا نخیل میگد امام اعظم رحمت الله اگر چنگ نداشته باشد دیوال نمیشود. چیزایی که فقط جنسی خاک باشد یک بار ضربه میزنین 50 میکشین. یک بار ضربه زده یک ایستادن و سنته تا که چنگا در چی دستا بشینه. یک شیشته بعد یک بار رونده همین خیلی تازه چیکاری که در یعنی تارت میشفتیمش همچنان میشکیم. تمام. یک بار دیگه ضربه زده با یک ایستادن بعد این من خیلی چلیکام هنیش جدا میستد. من اینو که چلیک این کلونی سر میکنیم با کنی آرینج اومده ای کنی آرینج خیلی گشته با این میبریم. این طرفش همین خیلی این که نیمش کتی نیمی اینا کشیده همین خیلی تا خوردن نیمی این کتی همین خیلی برمده همین خیلی خلال میکنیم انم این تارته. انم این خدا خواهد انشاءالله یک عبادت خاکی این برای امتای محمد این شانسه الله سبحانه و تعالی داد. دیگر پیشین آن ده نبود. ما شما امتان ده الحمدلله چند چیز دادگی. حتی من روی دنیا مسجدی ما و شما شد. حتی آب نباشد خاک شد خدا خواهد. من امتای پیشین ده اگر یگان جاش نجاست میشید میبرید میپرتافتش. مانده سنت شد که انشاءالله خدا خواهد آب پاکش میکنه. الحمدلله. بینید چندین چیزایی که برای ما و شما دادن خدا خواهد انشاءالله. نه که تیمم خیلی است. شما با یک طهارت 5 وقت نماز اگر مشکنن میتونین بخونین. نه که در تیمم هر یک نماز نه تیمم میکنین. چونکه تیمم برمدن این وقتش میشکنه. یعنی که نمازی پیشین که دور مد تیمم تمام شد دیگه تیمم میکنی. هر یک نماز نه الله دشکا کنده کن تیمم کنده کن خدا خواهد انشاءالله. اجیتی کسری که اجیتی بیم اجیتی خنوکی اجیتی نبودن یا حتی تیمم در نماز جنازه میگذره و یخلیف خلیفه میشوه. مبادا اگر جنازه مونده تکبیر درستین که نماز جنازه سرشیده است طهارت نباشه تیمم کنه میکنه. حتی نماز عید اجازه است. مذهب امام اعظم رحمت الله علیه نماز عید اگر مبادا خدا خواهد به وقت میموندگی یعنی باشه تا که میچوکی خلیفه ندارد. جنازه یک کس که خون دیگه کس گشته خونده نمیتوند. نماز عید یک بار خونده میشه دیم بار پفتار نی و عقیب موندگی قضا نمیکنن. برای همین در این حالت ها که نداشته باشی تیمم چی میشود جانشین همون طهارت میشود عزیزان من.